سلام. امروز شنبه است، 9 آگوست 2025. من بعد از مدت ها اومدم باز این پیاده روی های شنبه‌مو، برای اینکه بیشتر غیر از اون آخر هفته‌ای که ما مسافرت بودیم، اکثر آخر هفته ها امسال تابستون بارونی بودش توی کلگری و تمام عرض هفته که سر کاری چیز بود هوا آفتابی و گرم و خوب. البته گرم و خوب نه، گرم بود واقعا. و آخر هفته که تو میتونی بیای بیرون و راه بری و اینا، چیز بودش، بارونی بود هوا. خلاصه این هفته بالاخره بعد از چند هفته آخر هفته بارونی قراره هم امروز هم فردا که یک شنبه است هوا چیز باشه، هوا آفتابی باشه و خوب. برای همین ما دوباره اومدیم پیاده روی. این تا نصف راه اومد، ولی نمیدونم چرا دیگه اون طرفی که ما میریم نشست و دیگه نه هر کاری کردیم نخواست بیاد. به خاطر همین من دیگه از دوستان جدا شدم و برگشتم. مافینو گذاشتم پیش مامانم، ایشالله که ساکت و آروم بمونه و واق نکنه. بعد حالا دارم برمیگردم پیش دوستان. رودخونه اسمش رودخونه مموریاله که وسط شهر رد میشه و میره تا دانتان کلگری. اینجا یکی از نزدیکترین جاهایی که ما میتونیم بیایم و راه بریم. 10 دقیقه رانندگی از خونه ما تا اینجا که کنار رودخونه باشیم و راه بریم. پایش هم بیتیم کافی شاپ انجلز که ما ارادت خاصی داریم بهش. خیلی باحال. این نیمکت هم که معرف حضورتون هست دیگه. اگه ویدیوهای قبلی منو دیده باشین توضیح داده بودم که این نیمکت ها هر کسی که یکی از نزدیکانش و عزیزانش میمیرن یه نیمکت دونیت میکنه به یه پارکی یا به یه فضای سبزی نزدیک خونش یا رو کوهی یا جایی و میده، اسمشو مینویسن. هم یه کمکی هست به در واقع فضای سبز که مردم بیا بشینن و اینا، هم اسم همون عزیزانشون همیشه زنده است دیگه.
هم اونا به من رسیدن هم من به اونا. حالا الان میخوایم بریم بشینیم یه جا چایی بزنیم. بعدش هم یکی از دوستان ساندویچ آوردن، ساندویچ کوکو سبزی با مخلفات، اونم بخوریم نوش جان کنیم، هر چی سوزوندیم تمام. سلام علیکم. ساعت 4 خورده، بکنم نزدیک 5 باشه. ما از پیاده روی برگشتیم، بعد یه دوشی گرفتیم، فرامرز چمن زد و یه ذره استراحت کردیم. حالا برای شام برای قهوه و شام قراره که 2 تا از دوستامون بیان پیشمون. برای همین من میخوام این میزه رو اینجا درست کنم، چون میز ما کوچیکه اونجا برای نشستن. اول از همه میوه، دوم یه چیز شیرین برای قهوه، چیپس هنوز نریختم توی ظرفش، پیش دستی چیپس رو تو این بریزم. میشه مگه اینو نخورد؟ چیپس زیبا یه ماست میخواد که دیپ کنی توشو بزنی تو رگ. سفت و باحاله. این میز کوچیکه، به خاطر همینه. این میز خیلی کوچیکه، برای همین چیز زیادی توش جا نمیشه. چه بارونی اومده بوده روی این روکشای اینا رو باید بردارم. یادم رفته بود یه دونم سینی فنجون قهوه آماده بذارم اینجا که هر وقت اومدن قهوه رو درست کنم بیارم بچینم. من فقط دستمال کشیدم که مثلا لباسا کثیف نشه اینا، ولی ظاهرا باید با اسکاچ و اینا بیفتم به جونش. خلاصه که بالاخره یه ذره مرتبش کردم. خیلی خوبه، هوا راکده، خیلی خوبه، نه باد هست نه خیلی گرم و جهنمیه نه سرده. خلاصه روز از لحاظ هوایی روز خوبیه برای اینکه آدم بیرون بشینه و یه ذره کیف کنه. حالا تا دوستان بیان و بشینیم.
کامرا گذاشت رفت. یعنی اینجوری آدم دوست داره خودم تو بچرخه. آره دیگه. So we're Fish Creek Concerts and we have live concerts. Really talented music. Oh yeah, nice. Thank you. Nice. All the stones are semi-precious. Yeah. Pearls are freshwater or Shiraz crystal shell pearl. Okay. And oh, these are ear cuffs, right? Yes. Yeah. How much are those? those are $10. Yeah. نه مال اینجاست. There's 10. Thank you. Thank you. دوباره سلام. امروز شد یک شنبه، فردای روزی که همبرگر خورون داشتیم. یه بازار مثل ساندی مارکت تو کلگریه، توی قسمت ماردالوپ که ساوت وست کلگری هست. یه سری غرفه اینا هست و فود تراک و اینجور چیزا. هوا هم آفتابی همینجور که میبینین و دیگه فان دیگه. گفتیم بیا یک سری بزنیم اینجا و آخر هفته‌مون رو اینجا تموم کنیم. خلاصه خیلی خوبه اینجا، یه خود متفاوت تره منطقهش. یه خلاصه داریم نگاه میکنیم ببینیم چه خبره، یه ناهاری هم بخوریم و بعد ویکندمون رو تموم کنیم اینجا فعلا. خب ما هر کاری هم میکنیم آخرش انداپ میکنیم به یه کافی شاپ یه قهوه بزنیم. حالا الان ناهارمون رو خوردیم، حالا میخوایم قهوه بزنیم، قهوه سرد، چون خیلی هوا گرمه. پدرمون در اومد سر آب بخوریم. چی؟
خیلی هوا گرمه ولی خوب بود. غذامون هم یه ذره شور بود ولی خب الان یه آیس کافی بزنیم ببینیم روزمون تموم میشه اینجا یا نه.